ولی هر وقتی میگالتم همین سر وقتی میکفه خونیه بعد من دام خود بشه وقتی میگالتم برابر در اومدن گفتم آوردنش هم یک برادر خشتگی نمیخواد گردن داره اگه سلام کنیم گفتیم بیا سویده است ما بگین که سویده است نمیدونم سویمش اومد همین یک تام زدن زمین در خوب کردم چند هنرمند شکایت کردند که شما در توی‌ها آنها رو شرمنده کرده. در یک توی بودیم در طرف یکاچینور شبنم سوریه بود یا دیگه هنرمندا شبنم سوریه تبریک دادم من روی بودم مرا چون همین کوه مبلغ ببینم شانس باشم از چی رفتم همین دلم خیلی تک تک نگاه ما گفتم خیلی نمیشه بعد من رفتم شوبه کار داخلی رفتم تا دا جای участковый گفتم سلام علیکم اگه کاماده و علیک باسم گفت چی خدمت چی شکایت گفتم خونه اومده زاگو چی دیزه پول چیزه شوکه با یک مرد چیل هنر کمه باجه ما گفتم که با یک مرد چیل هنر کمه گفتم با یک مرد چیل زن کم است که سکاورات کو دیگه دبالا مونده اومدن پیشونی را زیارت کرد رفت با زیارت کرد یک چیز ما فراموش نکنه که امیر میگم گزونه گوش کنه باید دوستانی عزیز شخصانی که بر ما مراجعه میکنن که اویاکس باورنام در کار برای شما یا اویاکس باورنام توصیه میتونم که برادرمون محمد نام داره مرحمت نمی رقم واتساپ زنگ بزنیم 24 ساعت کار میکنه نرخ بلیتش با دیگر جا فرق کننده هم برادر باورنام که چندین نفرای که برای گرانس گذاشتن مشکلی داشتن مرحمت اکای بخ کار شروع کرده به نهایت در سطح عالی ماشینای خوب داره مرحمت کنید زنگ بزنید اکای بخ داینو مهراب رو که گرد زدیم با حتما سکیت خچ داره و شما روی سفید سلام تماشابین همیشه فعال کانال مهراب پرو اینک فرصت دست داد تا دیده به دیدار رسد مهمانی برنامه ما یکی از حجم‌نگاران هنرمند اصیل در حقیقت میتواند که با حزل‌های نمکینش همه ما رو خنداند همه ما رو گریاند به چون و چرا میتوانیم که او رو یکی از هنرمندانی در حقیقت در ساحه خود موفق گوییم خطا نمیکنیم در برنامه ژورنالیست با شما رستم عظیمی هستم مهمانی برنامه ما هستند عبدالله طاهرов سلامت باشید زنده باشه تماشابین ما شما رو دوست می‌دارن یکمش دومیش اینکه از همین صحبت‌های گرم شما حلاوت می‌برن شما چی پیغام اولا با تماشابین ما داره رحمت رستم جان بنیاد اولا که ما خیلی خرسان شدم تشکر وقتی دیدار رستم جان دیدم یا نیرو گرفتم چون که ما همه وقت تکیه به خدا و تکیه به این برادری که امروز هستن در برای ما رو دستگیری میکنن سر اول گفتنی هستم که برادر عزیز رستم جان که من با کلی مخلصان و همو برادرها گفتنی هستم که همیشه سربلند باشن وقتی که من با رو پاری مخلصان میشم سخن میگم به نیت خرسان میشه که برای من یک افتخار است که در برنامه حضور دارم با مخلصان رو پارو سخن دارم چی گفتنی هستم که بگذار همیشه خوشبخت باشن آباد باشن تشکر اولین سوال ما سر میشود از قیمه بودن شما از بعضی چیزها ما میدونیم که شما از کدو و شفتالو قیمه هستید ما بینندگان محترم بخش من روز ایزوتیاش یک طرف میگذاریم لیکن از طبقه و سلارکا چرا قیمه شده راستی گفت من حیران میشم رستم جان تو خودت با فیلم گی اینترپول ده اگه وردی معلومات ما جستجو کردیم معلوماتای زیاد یافتیم که خیلی هم خودمون رو نگران کرد و خواستیم پاسخش رو از شما راستی گفت بگم گفتی هم استاد یادی سنگالی میگه که کم طبقه گفتی خی اصلا من در بازار سخاوت بودم راستی گفت از بازار سخاوت همون یک آشخانه حاجیان است یک همون گریل میگن طبقه میگن گرفتم خونه آوردم بهترین لحظه زندگی با اوله خود یک نوله با مزه خوردن بهترین لحظه زندگی سر جانه و خونه آوردم همون طبقه رو خونه آوردم خیلی پیشپوت گفتن گودک سنگ ها دادم اومد فلان اومد خدور اومدم خوردم گفتم یک چای کبود آماده کردم همین وقتی که همون گریل طبقه در همین چی میگن خیلی سبوی میگن کو میگن سبوی گیره همین دلینگ همون مرغ هم خیلی دلینگش خیلی چخ میسن خیلی بعدم خیلی آوردم در خونه موندم در بالای میز موندم دستم شستم اومدم که همین اویلم کریستی سوز یکم سکور دیمز گفت چی با برای چی من نمیدونم حیران شدم با گفتم سرجان اوچتی هم گفت گونه داداجون همو گریل لدی گریست من گفتم که شما برای چی میگیرید گفت گفت که چی برای مرا این طبقه رو آورده نیم کلا خوردن یکم چخیلی گفت دلین نگاش کو گفتم چخیل گفت دارت قد کدام دختره که چته همه دلین نگاش خورده همه زیوتی آوردی زیوتیش آوردی دلین ما گفتم که همین مرغ همین گریل دلین داره دو دست میگه نه دلین نگاش کو دلینش نیست خدا همین باور نکنه بانو خدا قسم تلفن کردیم همون
حاجیان گفتم آقای رحمان جان گفت سلام علیکم تو همین مرغایی که شما برین چند لینک دارن گفت دلینگ تو دوست انا که بعد همین خیلی دعوا شد و همین خیلی سوسو یک شمال رش خزاندن یا وقت نگاه میکنید همون گریل دادرون سطل موسرا همین نگاه هیچ کنا خورد ما هم نخوردم ما همون خونه روز برام خونه دو در رفتم همون بگو چون که بس بود آتشین میشم جنگ میشم خونه دو درم رفتم سحر میگم که همون مرغ در هم سطل موسرا خیلی چشمکشون خیلی نگاه داره بوا که دلم باموز نه یانگا خورد و نشما اونم کودکو انا سبب زهری بدن اوس بس همون شب یک دهشت بود بخدو بوا که دیگه نمیدونم چیکار کنم سبب همون شد برادر عزیز امیز اصلا بگیریم همون معلومات خود گرفتی درست بود سالارکا چی وای راستی گپ همین هر یک آدم نه هر یک آدم در خردسالی وقتی که همین خردسال می‌بینیم بعد همین کودکا تنه دیول خیلی یکم تری چی میگن تنه دیول آهاکش میگرفتن میخونن برای قطع ویتامین میرسن ما کم کم همین وقتی که مزه میگیره بیمار میشیدیم همین پختر در سرکه تا میگن در همین تای بینی میمونه همین شون میشیم اجازه میخواستیم با هم بوی همون سرکه بعد چند مدت همین خیلی همون کسل در وجود بود بعد توی مرکه یک مرکه داریم روزی که مزه میگیره کسل میشم حافظ عینالدین قربان بود با همون میگن در همون لتر همون پختر در سرکه هم خیلی تر میگن تای بینده ما روششون میشن ایوان چند گذشت چند مدت گذشت خیلی وایم عادت شده میفهمم دیگه همین عبدو مازش میگیره همین خیلی در یک مرکه بود که مزه هم گرفت حافظ خونده شد های گلا ایجاد برای گلا همین دوره چه نوقته زد یا وقتان که برنده نیست برنده گجه شد بعد یک حافظ میپرسه که اکای دوره چه برنده کو میگه که دیویژو که سرکش تمام شد میگه برنده کو میگه دیویژو که سرکش تمام شد مزهش گرفت همین سبب شد بعد یک دوره چی داشته و یاردمچی ما بود دو این بیچاره در همون شیشه در دستش در مارشوسکه میرفتیم توی میرفتیم مثلا که ما بود عبدو کساشن و ما قضیه جنگی شدیم در دون ماشکه گپو مگره همین بعد گاش کو که تریزر روی کرد همین شش سرکه گوش که ما باتری جا اوگلی پاسیم بیزور کردی دانگا که چالا پر بود برای دافش کوم شیجا ما بو باتری فقط سرکه میگردم سبب همین شد برادر عزیز که در حقیقتا همون وقتی همون لحظه که من بیمار بشیدم این خی درد خلوان میتا خدا درد میتا همون در پخته تر میکردم در بینی میموندم شما با خود میمدم سبب همون شد همین خیلی همین حادثه بود شد در همین طرف روی رودکی شد همین توی مرکه بود همین بیمار شدم دوره چرا اوید میپرسه که همین برنده کو باید گفتن میگه که واجب میگه که خیلی عبدو میگه که دیویژو که سرکش تموم شد اینم شد برادر ما چیزی بود با خاطر مخلصو همین سیرا گفتم ده راست دیگه اکای عبدالله شنیدم که شما چی بیماری جدی رو دارید و در یک سال چند مرتبه در شفاخانه بستری میشوید چی درد شما رو عذاب میده راست دیگه خیلی برادر عزیز همین درد خلبان دیدن من روز دیگه و همین خرسول بودم روز دیگه همین در سر یک زخمی دارم همون شوی به همون زخمی سر وقتی بخود میشم بیهوش میشم همین در یک سال 4-5 رو مرا میبرن توبت میکنن روز دیگه پا بگم بیماری خیلی توبت خیلی دامش گفتن نمیتونم خیلی همین خیلی هست در وجود من در یک سال 3 بود در خونه خوب میشم چیزی زیادی داره در همون سر از زخمی هست زخم انا می سری من هیچی نباشه ممکن یک 10 یا 12 جا خیلی دختگی باشه ممکن ولی هر وقتی میغلطم همین سر وقتی میکفه خون میاد بعد من دام خود میشه وقتی میغلطم سر خون میاد و دام خود میشه خیلی بود جای همون جای کفتگی دکترها میگیرن خیلی میدوزن آموزه میکنن سوز میکنن و هم خاطر یک سال 4-5 در بیمارخانه خوب میشم یکم آدم وقتی آدم زورش میبره در بیمارخانه خوب میکنن تو زورش نه هیچ کنه در بیمارخانه خیلی بیچ برای خوب کنن بعضی کسا سوال میکنن که اکبر در بیمارخانه و بیمار نیست که میگن خیلی درد همون درد آدمی درد میفهمه رستم جان اگه باور کنید در حالتی که معاش کم است شما در همون وقت و ساعت پول نمیابید با رفت توبت چیکار میکنید راستی که میگم انا دکتر قدردان هستن شناسا هستن خیلی حالتی میشه که همین خیلی وضعیت دوباره میشه در زندگی از همه شخصیتی بهترین من در حیات پدر مادر بعد اویله خوب دارم که مدبری من هست مرا دستگیری میکنم میبرد بیمارخانه روچ پس میکنم حالتی میشه که من سخت وزبین میشم بیماری سخت میشم خداوند خودش با درد میکرد همین با قریبی بیماری سخت شده بودم خیلی خدا
خدا بود دوباره جونم کرده رستم جان. همه حالتو چی پیش نظرتون میاد؟ پیش نظر چی میاد؟ پیش نظر خیلی یار و دوست و برادر فرزند و زندگی و هر فکر در سر انسان است و هم خودی. یکی ایشالله که شفا دست پروردگار در خداوند خودش. امید می‌بندم که شما شفا یابید و از این درد خلاص شوید. دیگر همین درد شما رو غم ندهد. سلام علیکم. می‌خواهید که سمیوان اورجینال رو دسترس کنید. پس به شما سمیوان اورجینال رو از شفافرما توصیه می‌کنم برای بزباله کردن در مدت یک ماه از 9 تا 12 کیلوگرم وزن می‌تید و همچنین گردش خون زیاد می‌کنه، به حرکتی را حس نمی‌کنه و مشت رو بخواد می‌کند. مرحمت به متخصصای شرکت شفافرما مراجعت کنید و معلومات‌های بیشتر را دسترس نمایید. اینها سبب خدا شفافرما هم راز شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حیات یک فرزند دارید، دیگر فرزند نشد یا خودتون نخواستید؟ راست میگم ببینید هر معلومات خوب در رستم جان من حیران میشم. یک فرزند دارم شکر خدا. پسر است دختر است؟ پسر است. عین حال پسرم در دانشگاه ملی کورس دوم در فاکولته دیپلمات میخواند. فرزندی من 2 سال فرزندی من در صنف 10 11 در لیسه حربی خوند. لیسه حربی به نام سوارسکی خوند. بعد از اون عین حال در دانشگاه ملی و می‌خواست با مسکر رفته دوام دهد در ساحه امین حربی. اما یک پسر که بود او که پدرجان شما بیمار است تنها اصل من نمیرم. عین حال در دانشگاه ملی امسال کورس دوم فاکولته دیپلمات میخواند. فرزندی من ولادت نکرده؟ انا با قربی خدا اگر نصیب باشد یا روزی نهمی سپتامبر بیسولت توی فرزند من با فیلم میخواد بشه. عروس یافتید؟ عروس کلین یافتید. خدا خواهد در توی شما حتما ان شاء الله من با کلی هنرمندان میگم که کسی که دوستی من برادر مرحمت تیاریتون رو ببینید همه برابر رفته در توی خدمت توی به رستم نمیشه. برای که رستم است. رستم خودش نام رستم داستان. بخاطر رستم جان ما یک مکتب دارد. من به نهایت تشکر به رستم توی نمیشه. با فکری من در تمام توی معرکه ها در تمام ویدیو کلیپ ها به رستم نمیشه. من بسیار احترام میکنم این نفر رو. در حقیقت آباد کننده توی محفل ها هم هستید و ما وعده میدیم پیش تماشابینی خود که توی فرزند که معین شد ما حافظ ها رو گرفته حتما در خدمته. بخشش من خودم مخلص شما هستم چون که ما در حصار یک توی معرکه بودیم. راست میگم ببینید با دعوت شما رفتیم به خاطر شما رفتیم. میگن که دور بشکنه سخنه دراز نمیکنیم. وقتی برادر رفت در اونجا من وقتی که دیدم سخنکنی برادر ایدم به نهایت در وجودم همین باور کرد تاثیر بخش سخنی بهترین حلاوت بردم. چون که نگفتن مورد هر یک شخصی که راوی میشه برنده میشن انما بعضیشون خداوند خودش میتونه همین هنر کسب. سوالی دیگر شنیدیم که زنکلون هستید. چرا از انتون میترسید یا حرمت میکنید؟ چی دردی دارد این کما؟ ابی جاش بیزه بده در اول مطلب این سوال تمام همین راستی که ساماندر جانم برادر عزیزم هم اینا رستم جانم عبدالرحمن یک از بهترین شخصیت بهترین برادر بهترین ژورنالیست همه سوال میگه اکه شما بعد یک زنکلون میگن همین چند تا کلمه که تو شده رستم جان زکه میگن جبه میگن غزه میگن پی میگن. گفتن اکه عبدالله میتونید امروز شما پیروت کنید که کلمه که تو شده چی میشه؟ جبه جن بالشوی میشه، زکش زنکلون میشه، غزش غلو میزن میشه، پیزش انمیش علم مباره پیشی پای زنک. انم پیزش انمی کلمه که تو شده پیزه پیشی پای زنک. وقتی همین کلمه زنکلون گفتید در حقیقتا در ما هستم. من نمیترسم. مردا گورم که میرم زنکلون و مردا گور پرابلم نیست. یعنی شما این روز قایل شدید که در حقیقت من زنکلون هستم. راست دیگه من بزرگ رفتم قدی شیف خونه کورموندا بعد هم اسباب روزگار گفتم که یک تامین سکاوراتکا بود. سکاوراتکا گرمز 190 سوم بود. ما ایشون 170 سوم اگه مختلف شد. گفتم که بیام 160 سوم خرید گرفتیم و همه سکاوراتکا گرمز که یاروق زنک شد. یاروق زنک. ها دیگه دفتون گریخته تمام در دستش. یک مطلب گفتم در خونه گفتن که میگن که رستم جان یک گفت با یک مرد 40 هنر کمه باجی ما گفتم که با یک مرد 40 هنر کمه گفتم با یک مرد 40 زن کم است که سکاورات کا اومد دیگه در بالا مونده. اومدن پیشونی را زیارت کرد
رفت باز زیارت کرد انمو افکارکا یارو قزنق شد به نهایت و شما همدردی بیان میکنید؟ سلامت باشی همدردی باید بیان کنید به نهایت یک لحظه دهشت است همین زنکلانی خیلی این خونه داخل میدونم که یک سه برادر عزیز همین لحظه همین بعد دقت باشه مثل خانواده بعد همین خونه میدونم بعد همون یک چی دارم در خونه یک تا زمانک دارم زمانک میگه داروگا سلطان سلیمان حضرت علی پریداد میدونم که داروگا که پشت میگیرم روز دایدیس شباب را میتا دایدیس جوربا میتا پاجالستا سلطان سلیمان حضرت علی داروگا سلطان سلیمان حضرت علی همین یکی همون زمانک میتا میدونم که حیات سر میشه نام کتاکی میکنم که سر میشه ده همه جوش برو گپ زنی نمیمونه نه که گپ میگذره یکی جوش نه خیلی گپ میگذره خیلی من نمیگم که من خیلی گپ میاکتای خیلی بوجد آقای عبدالله شنیدیم که شما تا حال اجاره نشین هستید درست است؟ من طول 14 ساله که اجاره نشین هستم 2000 سومون در اجاره میدیم خونه و در ندارم 12 سال آموزگار هستم در شهر دوشنبه آموزگار کار میکنم معلم زبان و ادبیات معاشم همون قدری میرسد که خیلی پول اجاره میدم یکم درآمدی باشه در همین توی مرکا اگر شنبه یک شنبه توی برندم برویگی میرم برندگی یکم مبلغ به دست میارم و اجاره نشین هستم در نیت هست که باید خونه گیرم چندی کسا گفتن که اکه عبدالله پیش فلان کس رم ما هفتم همی سرخم نمیشه که فلان کس شما رو دستگیری میگن فلان کس شما رو دستگیری میکنن خیلی مشروع نمیگیرم گفتن نرفتم درسته چندی من گفتم شخصیتی بود که اگه من راهنمایی میکنم شما رو راهبردی میکنم من بیو پیش فلان برادرم ما هفتم دکور نیست یکی میرم مثلا نمیگه بعد خفگی چی دکور با اون خاطر چی در نصیب باشه رو میبینیم با قریبی توی مرکه دارم خدا خواهد لیکن خونه ندارم لیکن یک سفر فراموش نکنیم که ما یک همین آدم انسان دیلی وقتی داشته باشد خیلی خونه میشود انا در یک مرکه رفتم روی بودم دیگه پدر مادر دعوت کردم گفتم مرحمت پدر شبچه گفت که من 22 ساله که اجاره نشین هستم همین کلین آوردم عین حال ما اجاره نشین هستم تو دنیا ده دنیا هممون همین اجاره نشین هستیم چیکار کنیم خدا کند که انمی مشکل ها پشت سر شوند و شما صاحب خانه شخصی شوید تشکری زیاد من باوری دارم که همین سخن شما دعای شما قبول میگردد باوری دارم من باوری دارم که توی پسر شما که روزهای نزدیک است و هستند تماشابینی فعالی ما که میتونن که در این کاری خیلی سهم داشته باشند و توی پسر شما رو با دبدبه گذارونیم همگی سلامت باشین تشکر آقای عبدالله سوال دیگر چند هنرمند شکایت کردند که شما در توی‌ها آنها رو شرمنده کردید و تویدارها پول علاوگی طلب میکردید درست است این بله یک من میگن که آدم باید حقیقت بشینه سخن راست بگه بله معلومات درسته توی مرکه میره بعد توی میگذرونیم انا همون تویدار میاد میگه آقای عبدالله یا در صحنه برای من پول میچسبه میگه آقای عبدالله آقا چیکار کنم چی خدمت کنم میگم آقا چی خدمت میکنی بکن بعد میبره ما مبلغ میته 100 میته 100 میته 500 میته 1000 میته خیلی بعد ولایت میشه که تویدار هست که بخت نیست 20 تویدار میرون خیلی توی ای خیلی میگه خیلی آقا من برنده نام قسم دادم خیلی بعد بود درمی با هنرمندایی که من قطعه میرم اینا فلان تویدار تر قسم دادی خیلی بعضیشون نمیخواد گاب میزنن بله ایلوباگی میتن پول میتن او وابسته هنری آدم ما تعریف نمیکنم سمجون وقتی که توی میرم مرکه رو میگذارم جوش میشه که هنرمندا برای ما بهترین شخصیتن میگن آقای عبدالله برامتون مردم بخندون یا میگن برادر گپ زنه سخن کنن یا مثلا برابری تویدار برابری همو آفیس من سربازی میخونم هیگلا جدا برگی کلام سر میکنم خیلی در تویدار معقول میشم جوش میشه که خیلی میخله بعد میگن که خیلی عبدالله ایلوباگی پول گرفتم من روز چه میگم گرفتم باید آدم روز به گفت همون عبدالرحمن یکم زد که آدم باید روز گفتن بله درست است ایلوباگی پول گرفتن ما اهمیت دادم شما در توی‌ها نامی 3-4 نفر آدمای بیگانه رو میگیرید و آنها رو به همین توی خوش آمدید میکنید بعد همونها پول میدادن اکا سجفر خوش آمده برادر یک قصه برای که سجفر میزنیم میگه خل محمد زنده باشی برادر من اکا خل محمد دربارش که میزنم میگه اکا من میبخشه من تبریک کردن نمیتونم اکا بگو عینی ما تبریک اکا بانومت هست ما دیکتور معرفی برنده معرفی گره دیکتور و رکلام میکنند باید و پول میتن بگو نگو یک چیز ما فراموش نکنید که امیر میگم گزونه گوش کنه باید من وقتی که در بیمارخانه خوب بودم
با کلی هنرمندان سلامتی میخوام. دیگه همین گلدونا ای بعضی مرد تلفن کرد گفت که اکای عبدالله دایبم رو خونه. گفتم بله. گفت چیکار کنم؟ گفتم هیچ کنم. گفت ما دا پلانی گای ماشین ما باید نمرش علیش کردم. گفتم که قبوله. یا و نگم گفت صاحب شین ما دا تلفن ما 500 سومونی دا تلفن ما پرداخت که همین ایسی ما اپلای چوب کنم. گفت در پول نیست. ما گلدونا مینا دارم. نرمالی شناخته انا شبنمی سورایو مو با خرابی یک معرکه یک جو بودیم. همیرا بینندگان گفتن که همیرا گاب زنید. اگه ما گاب میزنم سیرا میگم. در یک توی بودیم در طرف یک کچینور. شبنمی سورایو بود. یا دیگه هنرمندان شبنمی سورایو تبریک کردم. من روی بودم. مرا 300 سومونی توی دیگه من شما 300 سومونی میتیم. گفتم خوب راضی شدم. یکی شبنم اومد وقتی که معرکه تبریکات خون سرود خون بعد انجام سرود همون یک دخترک و یاردمچیش بود. گفت که دویره تا دویره چی طلاق چرا هر کدوم 300 سومونی 400 سومونی دو بعد ما داماد گشت که همین تغییر یک سوم بوده شکل بخره بگودکشه یک سوم بوده یا شکل بگودکشه بخره. من گفتم که یک سوم شکل ممکنه 10 سوم باشه شکل دامون 10 سوم. خیلی گفتیم هیچ گونه نداره خیلی شبنم میگیریم یا دخترک هم کشلوکش برو یک سوم در جیبه که ما هم خیلیمون. بعد وقتی که شبنممو وصل کردیم رفتیم. من در آوردم همون دستشویی رفتم. گفتم که همین کوه مبلغ ببینم شانس باشه. دستشویی رفتم. همین دلم خیلی تک تک نگاه یک تا همون فرنگ همون $100 بعد من گرفتم ویستا کردم بود در بولش 1000 سوم دیگه ماندم پول اجاره دادم. من گفتم که شبنم بونو به نهایت بهترین دختره که ما را همونجا دستگیری کرد که همین خیلی گفتم همین تقام یک سوم بوده که شکل بخره بگودکشه. من تو فراموش نمیکنم شبنم بون رو میندور هستم اگر ما رو بیننده شنود. اکای عبدالله میگویند که شما با بعضی توی‌های شناسان به دعوت هم میرفته از حساب احترامشون بلند است؟ دوست دیگه بگم همین توی‌ها که یک کسل یک بیماریه عادت کردن عادت وقتی یک جو میگه عادت تم همین دردین بعضی شناسا هستن که بعضی رفیقا هستن که در توی خبر نمیکنن. همین من همین عادت دارم یک تنیم طرفتگی نه که رفتم در یک جوش خودم بزی بیس کردم نه که بعد پذیرفتنم بعد گشتن گفتن که مومینادور هست که بعضی را دعوت کردیم در توی نیومده بعضی را دعوت کردیم در توی نیومد نه که شما بی دعوت اومده توی عبود کردید پذیرفتن. این یک بهترین اقدام است باور کنید. هر کس میسر نمیشه هر کس میسول. البته تشکر. شما رو بوجوخان یا کدو میگویند فخر میکنید یا میرنجید؟ در همین کلمه همین بوجوخان کلمه گفتگی دمو دیگریش خروط همون کلمه در کم تا میرنجم خیلی روز دیگه بگم بعضی‌ها در عصب میزنن بعضی‌ها نه که بعضی‌ها جو میرم نوم نمیگیرن اکای هم خیلی میگن خیلی او ولی خوش اومدی خیلی میگن. این برای من هم افتخار است که میشناسن مرا. روز دیگه من همین اگه مردم ایری همین همون کلیچکه همون گفتگی دمون همون خیلی اگه این تاریخش دور سوخت بودم در حقیقت و یک جور رفتیم کشیدیم خراب خوردیم همون سوخت زبان سوخت یک مدت تو رفتن هستیم همون زلاگو دربار بدن مبلغ پیش پرداخت کردگی بدن همه وارا خوردیم توی دورو مصلحت کردن جمع شدن یک جا دعوت کردن همین خیلی ماشین بول کردم گفتم شما اتوگراف میگیریم شما بهترین هنرمنده مرا گرفتن طرف پالتیخ بردن پالتیخ یک میدانچه پیش از امو گازپروم دا میدانچه کلون خشون گفتم نخود همین اتوگراف در میدانچه گرفتن که همین خیلی برادر دور آوردن همونجا برابر دور اومدن گفتن آوردنش یک برادر خشتگی نمیخه گردن دوره که سلام که گفتیم بیا سویده سایما بگیرن که سویده سن نمیدونم سویمش اومد همین یک تم زدن زمین در خوب کردم کشتی تیتانیک شد. خودم فهم همین یک گودار زدن همین زمین در دیدم تیتانیک رفت. سبب چی بود زدن؟ سبب برای که مبلغ را گرفتی و توی دنیا اومدیم ما همون خروک خودم سوختیم دهان سوخت قبضه نتونستیم یک مدت توی رفتن نتونستیم دهان سوخت توی نرفتیم هدایت کردیم برمیگردوندید پولا. آخه دیگر ولاد من دیگر همین صاحبشینی بولی صاحبشینی خیلی فلان دشمنی خراب بعد مرا خریدن خیلی زدم بعد وقتی اخیری همون شتا قدیار که زد که شوکی هم مبلغی که دادیم بر توبه گفتم خراب بود 10 روز خوب کردم همون شب روزی که این حادثه بفکرم چند سال پیش شده بود. چند سال پیش شده. تو شما فراموش نمیکنید؟ تو فراموش ای فراموش شونده در حیات. و دیدم در خدی گذاشتیم. الکی سه چهار همین دخترا گذاشتن تا سلام علیکم اکای کادوی بخیریم گفتن. خیلی گفتم که معذور امان. همین خمیگه رحمت سلام. تشکر اکای عبدالله جان.
چرا خود رو خراب نمیکنید؟ نمیدونم دیر باز در بیمارخانه بودم خیلی خراب شدم. وضعی خیلی خراب شدم. اینکه شاید بارباکی با هست. این باری از خوردن نیست رستم. راستی که از خوردن نیست. من نمیدونم اخی. یک خوردن نمیشه. باور کنید وضعی توبیسون هم یک نولا او میخری یا او یک نیم پرا تابوزی خیلی با همین تموم خوراک هم نمیخواد دیگه گرمی میخواد. اکه عبدالله امروز کینوی توجیک خیلی هم پیش رفته است و شخصانی که در حج و همتون ندارن آنها رو دعوت میکنن. چرا شما از چشم سینما دور موندید که خودتون نمیروید؟ مظفر شدی دعوت کرد روزی که من وعده دادم اما وقت نشد. اگه مظفر شدیم دعوت میکنن. من یک برادر دیگه داریم همکورسیمو دسمون شریف دعوت میکنن. چقدر همکورسیفای؟ همکورسیمو با دسمون شریف 5 سال یک جا در دانشگاه صنعت در یک خوابگاه همکورسیم با هم. تو برجام که همکورسی هستیم که در وقت همون دانشجویم همین دسمون شریف همین خیلی نانهای ما رو دزدی کرده بود. ما همکورسیم یک جا خوندیم 5 سال بخدا. خفه نمیشود این گپ رو میشنوه؟ من همین خیلی باید بشنوه. ما همکورس بدیم چندی بار همین سوال دادن در همون حالت بسیاری وقت همین مسئله نون کمچین بود. من از مسکو که همدانی مدن برای ما نون آورد نون فطوری با مزه 5 تا میخواد فطوری کلان کلان آورد در خوابگاه موندم. از مکتب اومدم که در همون سومکا انیمه قانون مونده که دیگه همون نون دزدی کرده شد. نیست نون نیست. تلخم کافید این سوس دارو رو میزنم نگاه میکنیم که همین رو پاروم خونه دوستم رو در ایوکم که در تای همون تاکسری دوستم رو نون که مونده کشتگی درش نیم قانونه من اون اوچام میشستم میگم دوستم رو جون نون ما دزدی که میگه که دزدی نکردم. خیلی گپامون گرفت سخت گپامون گرفت. ما افتادم خیلی نمیشه. بعد من رفتم شوبه کار داخلی رفتم تا دا جای اوچاسکوی گفتم سلام علیکم که کماده و علیک باسم گفت چی خدمت چی شکویا؟ چی گفتم خونه اومده زاگو چی دیزه پول چیزی شوکای نه پول خیلی چی گفتم نون چی او نون گفت دیونه نیست ما شروع اگر مثلا ارزی ما قبول نکنه پرکاتورا میرم گفت نون ما دزدی کردن گفت کی تو گم ورزش دوستم رو شریف هستای میرزای کمیلیون هستای انا سناتلو و ارزی ما قبول کردن دوستم رو گرفتن بردن شو بچه بردن یک سودکار دوستم رو مخم کردن. بعد وقت تلفن نبود دوستم جون بانو خدا قسم او تلفنی خیلی پشت بازاری میگه من پنجم الو میگه بعد دوستم رو دائم دورین ادویه زنده الو من دوستم رو سانگ توده اوچا جون گوش کن همین خدا زده عبدو ما در عدل دادگی نونش دزدی کردگیم عیناً رنگ همین فتره اوچا همین عبدو پدر روی کنه که وضعیت بزنه. بعد ای سانگ توده 5 تا فتره همین کلون پختن روان کردن آوردن درمات دادن ارزان گرفتن بعد دوستم رو آزاد کردن. همین خیلی شد. شما تالتون چند که هم کورس های وای 81 82 دوستم ما تال 80 ما 80 ما فکر می‌کردم که شما یک مردی 60 70 ساله. نه من تال 80 عین حال روز 5 آگوست در 44 در اومدم 5 آگوست روز ما روز 5 آگوست بهتره. نه دوستم رو شریف با ما یک جا بودیم گروه دوشنبه گروه دنگره با کورس داشتن می‌خوندم ما گروه چه می‌بودیم در یک آدیتور می‌خوندیم یک جا استاد اولی نمو در جاده صنعت قربان صوبه تقام روز خود ما رو درس داد. ما هم کورس هستیم با دوستم شریف. تشکر. اگه عبدالله ما فهمیدیم که شما غیر هنری حجوی و شوخی و برندگی با شما هنری سرایندگی هم داشتید. میشه یک سرودخونه. یک خیلی میشه که میخونم ممکن آدمو بگریزن. ممکن نگریزن خیلی. طاقت میکنه. میشه. ای دختری دتاری دتارت سریده است نظر به دتار کردم دتارت به شکست ای دختری دتاری دتارت سریده است نظر به دتار کردم دتارت به شکست در گوشه دتارت گلی مرواریو در گوشه دتارت گلی مرواریو عاشقت شدم دختر خبر نداری یا سلامت باشید. تشکر احسن. تشکر میگم که شما قدر کردن مهمانی ما شدید. در واقع تماشاچیان عزیز من از صحبت‌های آقای عبدالله یک چیز پای بردم که اگرچه درونش پر از غم درد است غصه است ولی علاوه بر این میتواند که با خنده همه غم و غصه خود را بیرون برآورد نشان دهد که در حقیقت او شخص خوشبخت است. ما با قدرت و توانایی این مرد کامل بسیار هم احسن میگیم جسور است جسارتی بلند دارند و میتوانند که غم خود را نشان دهند و شادی هایشان را نشان دهند. خدا کند که تمام مشکلات شما پشت سر شود و شما شفای کامل میخواهیم و در آخر چی پیغامی دارید به تماشاگران ما مرحمت بگویید؟ من با کلی مردم تاجیکستان با برادری که در شهر مسکو هستند برادری که در مسکو میگن که غریبی اونجا غریبی نیست اونجا هم زمین پروردگار است اونجا هم زمین خداوند است. من گفتنی هستم با همه مخلصا با کلی مردم تاجیکستان همیشه سربلند باشن آباد باشن
تاجیکستان ما شکوفان باشد، خنده در لبان هر یک مادری تاجیک و تاجیکستانی باشد و میخوام که دوی مخلصا دربار ما باشند. ما چخیلی گفته بودیم که ما با شما با مخلصا هستیم و هم خاطر سربلند باشن. خداوند همه شما نگاه بداره. دوستان عزیز، در جای کانالی که موندگیم بدروی نوروش رو تماشا کنید، به حد نوروی تربیوی خوب میکنه. کانالش آبونه شین، پادپیسات نکنید، هر روزه برنامه‌های جالب ما را از کانال ما تماشا کنید. هزار رحمت برای دستگیری کدومی که در همین کانال برادر آبونه میشود در پایین کامنتر یا پیدوسر رو بکنید.